everyone, welcome to Lingolux channel. I hope you're doing well. سلام دوستای عزیز، به کانال لینگولوکس خوش اومدین. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خب کتاب مکسیمایزر رو شروع کردیم. تا اینجا فقط فامیلی رو پوشش دادیم. صفحه 17 هستیم و میخوایم از صفحه 17 استارت بزنیم این جلسه رو و راجع به فرندز صحبت کنیم. بیایم بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ درس تا خیلی ویدئو طولانی نشه. وسط صفحه 17 با فرندز شروع میشه. اگزامینر سوالش رو میپرسه اینجوری که Who's your best friend? How would you describe him or her? Describe someone you like to spend time with. مثل روال جلسه های گذشته من جوابایی که قشنگتر هستن و مهمتر هستن و یه نکته‌ای توش هست بهتون میگم. از یه جاهایی مجبوریم اسکیپ کنیم. اونا رو خودتون بخونید. ببینید که اونا یه چیز خیلی ساده است که خب هر کسی میتونه اونا رو بگه، ولی ما دنبال جوابای بهتر هستیم با کلمات قشنگتر. جواب کاندیدیت چیز خاصی نداره. بریم توی آلترناتیوا. For example, Sarah is a very friendly person with a positive attitude to life. زیر positive attitude خط بکشین. positive attitude یعنی یه نگرش مثبتی داره to life، به زندگی. I love chit-chatting with each other. chit-chatting منظورش همین گپ زدن، صحبت کردن. I love chit-chatting with each other. یه brief speaking رو بهش میگن chit-chatting. He or she's laugh a minute. You never get bored of his or her company. Company منظورش معاشرته. The name of my best friend is Sarah. In fact, she's a distant cousin of me. بچه من طبق روال جلسات پیش دیگه یا هیو میگم یا شیو میگم، هر یا هیز یکی رو بگم دیگه که خیلی یه چیزی تکرار نشه. She's a true friend in all sense of the word. True friend زیرش خط بکشین. True friend یه دوست واقعیه. In all sense of the word میگه از هر نظر میتونی، یعنی یه دوست واقعیت از هر نظر. پس زیر in all sense of the word هم خط بکشین. اگه بخوایم بگیم که تو بعضی جهات این از همه جهت دوست خوبیه، به جای all some استفاده کنیم. in some sense of the word. تو بعضی جهات مثلا اون خوبه یا میشه رو کمکش حساب کرد. She's such a supportive person. یه شخصیت خیلی سپورتیوه. That I can always count on. count on یعنی میتونم همیشه روش حساب کنم. پس وقتی میخوایم بگیم که من رو کسی حساب میکنم، از count on حساب میکنم. ببخشید استفاده میکنیم. You know, when a problem occurs, he یا she is always ready to back me up. زیر back me up خط بکشین. همون منظورش support کردنه. پس she's always ready to back me up یا back up. آره دیگه یه می رو آورده وسط، چون از این صفات، از این افعال جدا شدنیه و میتونه ضمیر بیاد وسطش. back me up حمایت کنه. We've been friends for years because he is or she is distantly related to me. He has a warm and lovely personality. Warm and lovely personality یعنی شخصیت خیلی گرم و lovely داره، خیلی دوست داشتنیه. بریم جلوتر. And has been a good friend as mentor for me. mentor منظورش اینه که راهنمای منه، کمکم میکنه، راهنمایی میکنه. Another positive point about his character is that he is such a high flyer. Such a high flyer. High flyer یعنی بلند پروازه، رویا پردازه در واقع. بلند پرواز بگیم بهتره. Such a high flyer. He's successful in everything he does.
we usually see eye to eye on many important things. We are kindred spirits. اونجا که میگه که we usually see eye to eye on many important things، یعنی که ما توی خیلی چیزا با همدیگه موافق هستیم و حرف اضافهش هم آنه، eye to eye on many important things، حواستون باشه. and اونجا که میگه که we are kindred spirit، منظورش اینه که روحامون با همدیگه خویشاوندن. اسپریت که میشه روح و کیندرد هم که میشه خویشاوند. پس روحامون مثل اینکه ما تو فارسی میگیم ما یه روحیم در دو بدن، پس روحامون با هم خویشاوندن. بریم سراغ جواب بعدی، آلترناتیو بعدی. Sarah is close friend and colleague of mine. She has really friendly and outgoing personality. Outgoing منظورش اینه که خیلی شخصیت بجوشی داره، از اون آدم هاست که زود خونگرمه و زود با طرف مقابلش میجوشه. بریم جلوتر. خط سوم آخر خط نوشته is always in good humor. He or she is very sociable and gets on very well with all people. جلسه پیشم بهتون گفتم get on well یه فعل خیلی خوبه واسه اینکه مثلا وقتی میخوای رابطت رو با یه نفر، با دوستت یا با هر کس دیگه توصیف کنیم که ما رابطه خیلی خوبی داریم با هم، میگی و حرف اضافهش هم بعدش ویت میاد. get on well with مثلا my friend یا یه اسمی یا یه ضمیری میتونه قرار بدیم. ادامه بدیم. He likes meeting new people and having friends over for dinner. We love doing things together. همون we have a lot of things in common منظورشه، چیزای مشترک زیادی داریم. He's my kind of person. My kind of person هم عشق منه، عزیز منه. Now we are in the same boat. زیر we are in the same boat خط بکشین. یه ایدیم خیلی خوبه وقتی که شما میخوای همیشه وقتی که میخوای با یه طرف بگی من موافقم، لازم نیست همش بگی I agree, me too, I agree, me too. خب خیلی تکراریه، بهتره آدم چیزای قشنگتر و جایگزینای بهتری به کار ببره. یکی از این جایگزینا اینه که we are in the same boat، یا به جاش حتی میتونیم بگیم we are in the same page، یعنی نظرمون یکیه، هم نظریم با هم دیگه. خب بریم سراغ صفحه بعد، صفحه 18. آلترناتیو بعدی میگه although I have many friends in high places. گرچه من دوستای متفاوتی توی high places یعنی آدمای با کلاسی دوستام هستن. I prefer to talk about my closest friend. We have been soulmates for many years. soulmates یعنی اینکه ما با هم دیگه همون یه روح در دو بدنیم دیگه، اون other half منه، نیمه دیگه منه، soulmate منه. He's by nature یعنی ذاتن. He's by nature a cheerful and positive sort of person who is always willing to lend a hand. lend a hand مترادف با help، همیشه always willing مایله که کمک کنه. I absolutely adore him. من واقعا عاشقشم. My best friend is he always gives me emotional support. همیشه بهم ساپورت عاطفی میده and has always been a sympathetic shoulder to cry on. Sympathy and empathy are great qualities to share. Sympathy یعنی همدردی، empathy یعنی همدلی. Sarah is my best friend, for example. She has supported me through thick and thin.
توی ریز و درشت منو ساپورت میکنه. The friend I like to spend time with it and an old friend, she's a diamond in a rough. زیر diamond in a rough خط بکشین. میگه که منظورش اینه که یه جواهریه، یه الماسیه واسه خودش. و بریم ادامهش رو بخونیم. کجا بودیم؟ She usually looks untidy منظورش اینه که نامرتبه، نامنظمه. And lacks social graces. میگه سوشال اینا یه خورده صفتای منفیه. شؤونات اجتماعیش میگه یه خورده کمه. But the fact is that she's so smart, helpful and good-hearted. She's very open hands. یعنی خیلی دست و دل بازه. Generous. As it said, a friend who shares is a friend who cares. زیر اینم خط بکشین، یه ایدیم خیلی قشنگه. دوستی که باهات شیر میکنه یک دوستی که بهت اهمیت میده. A friend who shares is a friend who cares. یا یه ایدیم دیگه داریم sharing is caring. تقریبا مترادف اینه، یعنی چیزی که وقتی تو شیر میکنی یعنی که داری اهمیت هم قائل میشی برای طرف مقابلت. سوال بعدی Why do you call this person your best friend? Candidate میگه because of his unique qualities. A friend is need ببخشید A friend in need is a friend indeed. بریم جلوتر. باز همون سپورتیو رو داریم. جوابای آلترناتیو ها جوابای بهتریه. I regard him or her as my best friend because he is the kind of person you can always rely on. پس I always rely on همون I count on دیگه، همیشه میتونم روش حساب کنم. اول جمله گفته I regard him یعنی بهش احترام میذارم. ادامه and feel free to share your secret with یعنی میتونم رازامو بهش بگم. It has been well said. چه خوش گفت. حالا میخواد یه EDM بیاره. That heart speaks to heart. قلبا با هم صحبت میکنن. He's really and truly encouraging and helpful. One in a million. One in million هم یعنی یک در میلیون. اینجوری مثلا میشه. حالا اینم یه ایدیمه. I think very highly of him. خیلی قبولش دارم. آلترناتیو بعدی میگه Our friendship has always been very important to us because we have lots of happy memories together. ما خیلی خاطرات هپی زیادی با هم دیگه داریم. بیایم خط یکی مونده به آخر. We really enjoy each other's company. ما از همنشینی با هم خیلی لذت میبریم. And have lots of things in common. خیلی اینو داره به کار میبره. حواستون باشه، خیلی میتونه اصطلاح قشنگی باشه. As the old saying goes که میگه همونطور که قدیمی ها میگن Birds of a feather flock together. همون این که ما تو فارسی میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز. Birds of a feather یعنی کبوترهایی که پر دارن با همدیگه پرواز میکنن توی دستن. Flock together. سوال بعدی Name 3 words that can be best used to describe your best friend. 3 تا کلمه رو بگو که دوستتو خیلی خوب میتونه توصیف کنه. این سوال توش صفات خیلی خیلی خوبیه. اینو حتما کنارش ستاره بزنید چون صفات و ادجکتیوهای بسیار خوبی داره. بریم از اولین آلترناتیو شروع کنیم. I would say outgoing, trustworthy and thoughtful. outgoing یعنی به جوش، sociable. trustworthy یعنی reliable، قابل اعتماده. and thoughtful یعنی wise، ملاحظه‌گر، عاقل. let me think articulate, supportive
and cheerful. میگه بذار فکر کنم بیان فصیحی داره، سپورتیو و cheerful یعنی هپیه، جویفوله در واقع. Well, I would think dignified, tactful and perceptive. dignified یعنی منزلت اجتماعی داره، تکتفول با نزاکته و پرسپکتیو یعنی گیراست. ختم I think the best word would be loyal, bright and genuine. loyal یعنی وفاداره، bright یعنی زرنگه و آخری هم یعنی بیریاه، سلفلسه یا نیمبله. Maybe I should think for a few seconds. Energetic, lively and full of life. energetic که میدونین، lively هم یعنی سرزنده است و پر از حس زندگیه. خب وقتی میخوایم دوستمون رو توصیف کنیم بهتره که کلمات مثبتی برای توصیفش به کار ببریم دیگه. بهترین صفتایی که میشه به کار برد. It's an interesting question. Words like motivation, perseverance and creativity. perseverance یعنی پشتکار. با 3 تا کلمه توصیفش کرده. سوال بعدی How did you get acquainted with each other? کاندیدا میگه که we got to know یعنی با هم آشنا شدیم. وقتی میخوایم بگیم آشنا شدیم از فعل get to know استفاده میکنیم که این چون داره میگه به گذشته میخواد برگرده، میگه we got to know each other at university almost 10 years ago and found a lot of common ground یعنی زمینهای مشترک زیادی با هم پیدا کردیم. I have always found it easy to make friends. Alternative Our friendship goes back to یعنی برمیگرده به، همطور که ما تو صحبتامون میگیم دوستیمون برمیگرده مثلا به 10 سال پیش یا دوستیمون برمیگرده به فلان اتفاق. اینم اینجا میگه Our friendship goes back to when we were at school together. جوابش دیگه چیزی نداره. بیایم صفحه بعد. اونجایی که صفحه بعد، صفحه 19 خط دوم، اونجا که میگه we became fast friends. fast friends منظورش همون close friendه. we became fast friends. و اونجا که میگه که it was the start of lifelong friendship. lifelong باز یه اصطلاح قشنگه، منظورش اینه که همیشگی، یعنی یه عمر طول میکشه. lifelong. بریم سوال بعد. Do you have a lot of friends? Yes, quite a few. I have friends from all walks of life. زیر all from all walks of life خط بکشین. منظورش که تو همه قشرها من یه دوستی دارم. پس I have friends from all walks of life. Of course, some of them are only casual friends, like my friends at work. But I also have some intimate friends. Intimate یعنی دوستای صمیمی. casual هم که یعنی معمولی. یه سری دوستای معمولی دارم مثل اونایی که تو کارن، سر کار باهاشون دوستم، و یه سری هم که intimate هن، دوستای صمیمیم هستن. آلترناتیو اول چیزی نداره. آلترناتیو دوم رو بخونیم. Not a lot, only a few friends. I prefer having a few close friends to having many casual friends. Perhaps it is because of my personality type. I believe better to be alone than in a bad company. میگه که تنهایی بهتر از اینه که توی دوستایی باشه یا توی جمعی باشه که خوب نیستن. حواستون هم باشه که حرف اضافه prefer توه. اونجا که I prefer having a few close friends to having many casual friends.
سوال بعدی. In your free time, would you prefer to be alone or to be friends? I tend to be with my friends. tend to یعنی تمایل دارم. میتونیم مثلا به جای prefer to همش بخواین استفاده کنید جایگزین براش بیارین tend to استفاده کنید. I tend to at work I spend most of my time alone in my office whole evening. I wish I had یه خط اومدم پایین. So after work I enjoy the company of my friends. as company از بودن با دوستام لذت میبرم. خب بریم سوال بعدی. What does friendship means to do? In a word, trust. جواب آلترناتیوا اونایی که چیزای خوبی داشته باشه مورد دوم رو نگاه کنید. اونجا که میگه که خط آخرش but the only thing that I can say is that it is the source of inspiration, affection and encouragement. فرندشیپش رو میخواد با این سه تا کلمه توصیف کنه. الهام داره، افکشن داره و encouragement داره. inspiration یعنی منبع الهامه. A good friendship is priceless. یعنی یه دوستی خوب قیمت نداره. It is a lifelong and worthwhile job. یه چیز lifelong که بالا بهتون گفتم همیشگیه. It is truly the basis of any good relationship. بیسیس پایه و اساس همه روابط خوبه. It can be defined as a harmonious relationship between two people. To me, friendship is a sweet responsibility, never an opportunity. یه مسئولیت شیرینه، نه یه فرصت. True friends are like diamonds. میگه دوتا دوستیای حقیقی مثل الماس میمونن. Precious and rare. قیمتی و نایاب. الماس قیمتیه و نایاب هم هست، کمیاب در واقع. False friends are like autumn leaves found everywhere. میگه که دوستای بد، دوستای نامناسب مثل برگای پاییزی میمونن که همه جا هستن، ولی دوست خوب مثل الماس میمونه. با این دوتا عبارت اومده دوست خوب و بد رو با هم دیگه mقایسه کرد. A mutual relationship یعنی یه رابطه دو طرفه. Within a good friendship we feel totally free. There is no need to pretend anything. نیازی نیست که هیچ چیزی رو تو pretend کنی یا وانمود کنی به چیزی که نیستی. Because we know we are accepted as we are. همونطور که هستیم همون پذیرفتیم. Trust is the cornerstone of any good relationship. cornerstone رو جلسات قبل بهتون گفتم که خیلی کلمه خوبیه. میتونیم به جاش بکبون بیارید، میتونید به جاش فاندیشن بیارید، برای cornerstone خیلی خوبه. A friendship is a two-way road. یه جاده دو طرفه است دوستی. Friendship is something that is really hard to define. Personally speaking, جلسه پیش یادتونه بهتون گفتم که وقتی که میخواین نظر خودتون رو بگین همش نگین که in my opinion. میتونین بگین in my mind و یکی دیگه از اون جایگزینایی که میتونین براش بیارین همین personally speaking. یعنی نظر من. Personally speaking, friendship connects loyalty, affection and mutual respect. Friendship این سه تا چیز رو به هم دیگه کانکشن برقرار میکنه. سوال بعدی. If you had to choose 3 words to describe your roommate, what would you say? اگه بخوای هم اتاقی تو روممیت تو توصیف کنی چی میگی؟ جواب آلترناتیوا رو ببینیم. I would think diligent, agreeable and a little bookish. تلاشگره، agreeable یعنی pleasant یعنی خوشاینده، and little bookish یعنی یه خورده لفظ قلمه bookish. Let me think. Independent minded,
introspective and has competitive spirit و یه روحیه رقابتی داره و خویشتن داره. خب بریم سراغ کوئسشن ها، ببینیم توش ایدیم خوبی به چشممون میخوره. سوال 37 رو نگاه کنید. A friend to all is a friend to none. زیرش خط بکشین، خیلی قشنگه. سوال 38 آخرش گفته give and take بده بستونی باشه، یا رابطه یه طرفه نباشه، یا همون میوچال باشه، یا یه two way road باشه. Birds of a feather flock together. اینو داشتیم. A friend who shares, a friend who cares. دوستی که اهمیت میده، دوستی که با تقسیم میکنه، شیر میکنه، دوستی که بهت اهمیت هم میده. خب اینم از Friends. این جلسه رو با انتهای صفحه 20 به پایان میرسونیم. جلسه بعدی میریم سراغ مبحث بعدی یعنی هوم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.